در مراسم جنازه شهید دگر جنرال سید خیلی که بعد از ظهر امروز در محجت عیدگاه ولایت پروان ادا گردید، مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری، پروفسور برهان الدین ربانی، استاد سیاف، رهبران جهادی، استر پاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله و شمار از اراکین بلندپایه نظامی و ملکی دولت، نمایندگان مردم در شورای ملی، قماندانان جهادی، علما و متنفذین، هیئت رهبری ولایت پروان و هزاران تن از علاقمندان و اقارب نزدیک آن شهید حضور داشتند. بعد از آن که نماز جنازه با امامت پروفسور برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت ادا گردید، جنازه شهید دگر جنرال عبدالرحمن سید خیلی به ادیره آبایی ایشان در ولسوالی سید خیل انتقال و به خاک سپرده شد. شهید جنرال سید خیلی 41 سال قبل در یک فامیل متدین و دین پرور در ولسوالی سید خیل ولایت پروان دیده به جهان گشود و بعد از فراغت از دوره ثانوی به صفوف جهاد مقدس پیوست و تحت زعامت قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود به جهاد پرداخت. در دوران جهاد در سنگر پرافتخار مقاومت از عزت، شرف و نواميس ملی کشور باعث قماندان جبهه مردانه رزمید. شهید دگر جنرال عبدالرحمن سید خیلی بعد از شکست طالبان باعث قماندان فرقه 2 پیاده جبل سراج تعیین گردیده و بعدا منعیس قماندان امنیه ولایت پروان در راستای تأمین امن و نظم عامه خدمات قابل قدر را انجام داده و به همین گونه قماندان امنیه بغلان و در این اواخر بنابر لزوم دید مقامات وزارت امور داخله باعث قماندان امنیه ولایت کندوز مقرر گردید که در آن زمان وضعیت امنیتی کندوز رو با وخامت می گرایید که موصوف با یک درایت خاص و مدیریت عالی نظامی و با استفاده از تجارب دوران جهاد و مقاومت توانست به زودترین فرصت ممکن امنیت مطمئن و بی سابقه را برای باشندگان ولایت کندوز فراهم نماید که بالاثر این تلاش های شهید بیش از 10 گروه مسلح مخالف دولت به پروسه صلح پیوستند که این زحمات بی‌نظیر شهید دگر جنرال عبدالرحمن سید خیلی خار به چشم دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان گردیده که بالاخره 8 شب گذشته در یک توطئه ناجوانمردانه حمله انتحاری در جریان اجرای وظیفه با 2 تن از محافظانش در ولایت کندوز جام شهادت نوشیدند و در صف شهدا و مردان رزمنده خدا به ابدیت پیوستند.